پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 30 آگوست سال 2022 در یک مراسم تنتنوی در قصر ملت به مناسبت سالگرد 31 استقلال دولتی به 180 نفر از رهبران و نمایندگان مقامات قدرتی، نظامی، امنیت و سودی کشور جایزه و مکافات‌های دولتی و رتبه‌های گنرالی داد. از جمله با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سزاوارگردانی کارمندان مقامات حفظ حقوق، حاکمیت سعودی و خدمتیان عربی با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان، 3 نفر با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، 1 نفر با اردن اسپیتامین درجه 1، 13 نفر با اردن اسپیتامین درجه 2، 1 نفر با اردن شرف درجه 1، 10 نفر با اردن شرف درجه 2، 42 نفر با مدال جسارت، 61 نفر با مدال خدمت شایسته، 2 نفر با مدال شفقت، 1 نفر با مدال مرزبان شجاع تاجیکستان، 23 نفر با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سزاوار گردیدند. همین طور روز 30 آگوست با فرمان پرزیدنت درباره دادن رتبه‌های نو حربی عالی، درجوی و مخصوص به 23 نفر از رهبران و نمایندگان مقامات قدرتی، نظامی، امنیت و سودی کشور رتبه‌های نو مخصوص گنرال لیتنانت میلیتیا، گنرال مایور میلیتیا، گنرال مایور عدلیه، رتبه درجوی مشاور دولتی عدلیه درجه 3، گنرال مایور خدمات گمرک و گنرال مایور خدمت داخلی سپرده شد. در زمان شوروی طور خود امامعلی رحمان در یک صحبتش گفته بود در تاجیکستان همگی 2 تاجیک رتبه گنرال داشتند. در زمان استقلال 10 نفر صاحب رتبه گنرال شدند و حال شماره گنرال های تاجیک از 100 نفر هم گذشته است. تنها در یک سال آخر امامعلی رحمان به 60 نفر رتبه های گنرالی داد. 37 نفر آنها 1 سال قبل در عرفه سالگرد 30 استقلال تاجیکستان و 23 نفر حالا 30 آگوست سال 2022 در عرفه سالگرد 31 استقلال صاحب رتبه گنرالی شدند.